سلام و درود دوستان عزیزم، من مجتبی زچی هستم. بزن بریم بهتون یاد بدم که چطوری سرعت نتتون رو ببرید بالا و با پینگ پایین گیم پلی عالی بزنید. اگه کانال منو سابسکرایب نکردی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو هم کنارش فعال کن که اگه ویدیوی جدید اومد بهتون بگه. خیلیاتون اومده بودید گفته بودید که چطوری از چه وی پی ان و گیم بوستر یا دی ان اس استفاده می‌کنی که سرعت نتت بالاست. حالا من قراره بهتون یاد بدم و با استفاده از ترفندهای سرعت نتتون رو ببرید بالا. خب با VPN هایی که قرار معرفی کنم علاوه بر بازی ها و گیم های مختلف میتونید برنامه‌های پیام رسانی مانند یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام رو بالا بیارید و برید حال کنید. کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید. خب در مرحله اول میری به سراغ تنظیمات گوشید. بریم به سراغ تنظیمات. اینجا سرچ میکنی شبکه تلفن همراه. من قبلا سرچ کردم اینجا هستش. میری داخلش داده ی تلفن همراه رو میزنی، میای هر سیم کارتی که دوست داری. من برای سیم کارت اولم میخوام این کار رو انجام بدم چون نتم رو اینه. خب نام های نقطه دسترسی رو میزنی APN ها. میای اینجا میبینید من چند تا APN ساختم، هر کدوم نیاره از اون یکی استفاده میکنم. اینجا میای APN جدید رو میزنی، نامشو هرچی وارد کردی میای تو APN هم همین رو وارد میکنی، یه دونه اوکی میزنی. خب APN جدید ساخته شده. مثلا من برای ایرانسل یه دونه بسازم، میای همین و همین جا مینویسی دقیقا همون باشه. یه دونه ساختم جدید، حالا قبلا بودین. اینو میزنی، یه دونه حالت پرواز رو فعال میکنی، بعدش خاموش میکنی، بعدش نتت رو روشن کن، برو ببین چه فرقی کرده. اگه نیاورد APN های دیگر رو امتحان کن. خب این از این. خب اینجا من برای شما لیستی از APN های مختلف برای ایرانسل و همراه اول گذاشتم. برای ایرانسل 3 تا گذاشتم، برای همراه اول این 5 تا. دقت کنید که این هر کدوم از این خطا رو دقیقاً برای نام و APN یکی بذارید. مثلا MCI رو میخوای بذاری برای نامش بذار MCI، برای APNش هم بذار MCI. بعد اوکی رو بزن، یه APN جدید ساختی، بزن روش حالت پرواز رو فعال کن یه بار، بعدش خاموش کن، نتت رو روشن کن، برو ببین چه فرقی کرده. حالا اگه نیاورد APN های دیگر رو امتحان کن. اگه اینام نیاورد، البته فکر نکنم بین این همه نیاره، ولی اگه حالا 1% نیاورد، بگیم چند درصد نیاورد، برای شما میزنی گوگل APN خوب و قوی برای ایرانسل یا همراه اول، هرچی بود. برای آیفون هم همینطوریه. حالا برای آیفون رو نیاوردم، برای آیفون هم میری تو تنظیمات درست میکنی، اونو نیاوردم. خب همین دیگه. خب من همه اینا رو واسهتون تو چنل تلگرامی زوبا گیمز، آیدی چنل اینه زوبا گیمز، یا به اسم کانال زوبا ایران گذاشتم واسهتون که برید استفاده کنید و کپی کنید بردارید. خب دوستان در ادامه شما باید از گیم DNS یا VPN هایی استفاده کنید که بازی ها رو براتون بیاره. همه این VPN ها و گیم DNS ها هم برای بازی خوب هستش، ولی این دوتا بغلی که گذاشتم رسپکت VPN و جامپ VPN هم برای بازی هم برای پیام رسانه‌های مختلف، ولی این دوتا سمت چپی ها فقط برای گیم هستش. خب گیم DNS رو میری داخلش، سرورهای مختلف اینجا بالا سمت راست هستش. من اکثرا آسیا یا اروپا یا این بالایی رو انتخاب میکنم و میزنم، بعدش میای وصل میشی بهش، اینو میزنی، یه دونه میزنی وصل شد، تمام شد رفت. بعدش توقف هم میتونی بزنی بیای بیرون. خب پرو گیمر وی پی ان میری اینجا سرورهای مختلف رو میتونی انتخاب کنی، اونی که پینگش کمتره رو بزنید که راحت تر بیاره واسهتون. خب اینم انتخاب میکنی، میزنی، اینو وصل میشه، تمام شد رفت. خب برای رسپکت وی پی ان و جامپ وی پی ان که هم برای گیم خوبه هم برای پیام رسانه‌های مختلف مثل یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام. خب بگم که اینا رو از کجا میتونید دانلود کنید. گیم DNS همون که سیاهه رو فقط میتونید از مارکت دانلود کنید، ولی بقیه رو از فروشگاه پلی باید دانلود کنید که فقط تو فروشگاه پلی هستش. جامپ VPN یکی از بهترین VPN هایی هستش که من تا حالا دیدم.
میای میزنی وصل میشه. اینجا سرور پایین میتونی انتخاب کنی هر سروری خواستی. براتون ممکنه یه تبلیغی بیاره، ممکنم نیاره. به زیر 10 ثانیه وصل میشه. میری 1 ساعت میگردی، میای 1 ساعت بعدش فیلتر شکنت خاموش میشه، میای زیر 10 ثانیه باز وصلش میکنی، میری به یوتیوب کردید یا اینستا کردید میرسی. یا بازی هم خواستی باش کنی بکن دیگه. خب همین. اگه تا اینجای ماجرا براتون مفید بوده حتما چنل رو سابسکرایب کنید و 2 تا کامنت بذارید که انرژی بگیریم برای ویدیوی بعدی. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.